خودم احسان عدیل هستم، یکی از عکاسا و فیلمبردار سمت غرب و دشت برچی. مدت چند سال است که مشکل قلبی سردچار هستم. مشکل قلبی که عملیات قلب شدیم، اسپرینگ تیر کردیم. آدمی 8 ماه میشه که خیلی اذیت میکنه. و دیگه کارگر داریم؟ کارگر نه دیگه، من دکان عکاسی بود پوره، از خاطر زمین جمع کردم نشد دیگه، کار نمیتونستم. کرای دکان اینا توان میشه 3-4 ماه توان دادم دیگه، باز نتونستم جمع کردم. کاربار ما مزیستم رفت، بچه کلان من نیست، خیلی خیاطی کار میکنه که خیاطی مالی کار نیست، بیکار است دیگه. کرای خانم است، مصرف خانم است دیگه، مصرف دارو و درمان دکترم است. خیرم به درگاه خدا است. از هموطنان تقاضای کمک همکاری داریم؟ از هموطنان خیلی بینن زنده سلامت باشین، یکی دو دوستا هرچی که بسته وجود میرسه کمک میکنن بس دیگه. خیلی بینن زنده سلامت باشین. تشکر. دیگرایشون اگر میتونن دست ما رو گرفته و دست ما رو میگیرن. تشکر. احسان عدیل یکی از یاران عدالتخواه ماست که در شرایط بدی قرار داره. ماکس خود بزن دیگه. یه پسر کلانش است، در بدترین شرایط اقتصادی قرار داره، بسیار صدایشان پایین است چون تکلیف قلبی به اثر حمله قلبی دوباره پس بسته شده و به بسیار شرایط سخت اقتصادی قرار داره. دوستان عزیز، کسایی که کلیپ رو میبینین به خانواده عدیل جان کمک کنین. شماره خود آقای عدیل و خانواده‌اش در اختیار شما قرار میدم، مستقیم با اینا ارتباط بگیرین و در شرایط دشوار دست دوست ما رو بگیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.